سلام به همه. به کانال ما خوش آمدید. امروز می‌خواهیم در مورد دنیای والیبال حرف بزنیم، به طور خاص ابعاد زمین بازی والیبال، جایی که این ورزش هیجان انگیز در آنجا اتفاق می‌افتد. پس بیایید شروع کنیم. طول زمین والیبال 18 متر و عرض آن 9 متر است. در این زمین قسمت‌های مختلف را با خط‌هایی به ضخامت 5 سانتی متر از یکدیگر جدا می‌کنند. این خطها بهتر است به رنگ سفید باشند تا به سادگی برای بازیکنان قابل تشخیص باشد. بر اساس طول و عرض گفته شده، مساحت زمین والیبال 152 متر مربع و محیط آن 54 متر خواهد بود. زمین والیبال از وسط به دو نیم تقسیم می شود و به خطی که آن را تقسیم می کند خط وسط می گویند. سپس هر نیمه خود به دو قسمت دیگر تقسیم می شود. قسمت اول 3 متر عرض دارد و به خطی که اون رو تقسیم می کند خط حمله می گویند. قسمت دوم 6 متر عرض خواهد داشت. در زمین والیبال 6 منطقه وجود دارد که به اونها مناطق ششگانه گفته می شود. در خارج از زمین اصلی یک ناحیه به عنوان منطقه آزاد تعیین می شود که طول اون 24 متر و عرض اون 15 متر است. طول والیبال از یک شبکه مربعی ساخته می شود که اندازه هر مربع در اون 10 سانتی متر است. طول اون 10 متر است و عرض اون 1 متر. ارتفاع طول نسبت به سطح زمین برای مردان 243 سانتی متر و برای زنان 224 سانتی متر خواهد بود. بر روی تور 2 عدد میله قرار خواهد گرفت که به اونها آنتن گفته می شود. هر کدام از این آنتن ها 180 سانتی متر ارتفاع دارند. اکنون شما تمامی ابعاد و اندازه های مربوط به زمین والیبال را می دانید. اگر این ویدیو برای شما مفید بود، فراموش نکنید تا کانال ما رو دنبال کنید. ممنون که تا انتها با ما همراه بودین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.